سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید این ویدیو. حالا این کیل اوله که وللش. خب بریم سراغ یه سولو اسکواد مشی. نه البته سولو اسکواد تک به سه. اینجا این داشتون کینگ مهدی که عشق منه، معذرت میخوام ازش. اینجا زدیمش که ایشون الان باید بهش میگفتیم جیش بوس لابی. و البته تک به 4 میشه دیگه. اونی که دم دراپ زدم یکی از اینا بود فکر کنم، حالا نمیدونم، شما اصلا بگید تک به 3، برای من فرقی نداره. این از یکیشون. خب این از یکیشون. فعلا که این داشونو زدیم، من ازش معذرت میخوام مشی. خب دوستان دیگه، حالا میخواستم بهتون بگم که حالا یه چالش مالشی چیزی دارید نمید انجام بدم، من انجام میدم چالشتونو. حالا هر چالشی که دارید و به من بگید، اگه در حد توانم بود که حتما انجام میدم. حالا اینجا ترپ میخواستم بنازم، نشد. یه ذره مهم بازی، یعنی نگیرید اون، من بد نگیرم، اون منحرف علی نباشید. اینجا اومدم از شانس اوبم رفتن سمت ترپم. اینجا یکشون تو ترپ گیر کرد، تا اون تو ترپ گیر کرد اون یکی رو تمیز کردم. بعد این که یه لحظه اصلا بدبخت قونا داره آیناس خانم، یه لحظه اصلا به چوخ رفت. خوب من همین دیگه، آره دیگه زدیمشونو. این هم از سولو اسکواد امروزمون. بده سیش. فقط ننسی اینجا سوزش داره. به به دوستان، این بود ویدیوی امروزمون دیگه. فعلا بابا.